سلام. در محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین و اعضای مقاومت که الان بیش از 2 ساله که قضایه آخوندی داره کشش میده، آخوندک قاضی این شوی ورشکسته به شدت نیاز داره که نذاره این تنورش سرد بشه و به همین خاطر اخیراً یادش افتاده که نسبت به حقوق کودکان هم حساسیت داره. کدوم کودکان؟ اینو داشته باش. آقای شاهدی اینجا حاضر شدن، اعلام کردن مجموعاً 300 کودک از فرزندان اعضاء متهم ردیف اول رو جدا کردن، در کشوری مانند آلمان تحت عنوان جاهایی به نام هایم نگهداری کردن. از اونجایی که دادگاه نسبت به حقوق کودکان بسیار حساسه. بله، پس بار دیگه موضوع کودکان متهم ردیف اول این دادگاه یعنی سازمان مجاهدین به دغدغه نظام تبدیل شده. حالا شما بیا بگو که به خدا این کودکان مجاهدین الان همه تو دهه 4 یا 5 زندگیشونن، الان دیگه کودکی وجود نداره. نه، ببین این حساسیت داره. تا اسم کودک میاد همچین اینجوری درد میکشه تو کل بدنش، یه جوری میشه اصلا. بعد حالا وایسا، تازه این شروع ماجراست. به نظر میرسه دادگاه با یک جرم جدید در خصوص متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم، متهم ردیف سوم مواجه هست. یعنی توی اون 2 سال اندیه گذشته و اون کیفرخواست چند صد صفحه‌ای و 50 جلسه حرافی، این جرم داشت از دست در میرفت. یعنی اگر همه اتهامات رو بشه کنار گذاشت، این یکی دیگه ختم کلامه. حقوق کودکان تو رژیم آخوندی مگه میشه ازش گذشت؟ بابا اینجا اصلا حقوق کودکان از اوجب واجباته. حالا اینجا دقیقاً کدوم حقوق کودکان ضایع شده؟ و از اونجایی که جداسازی به اجبار، انتقال برخی از کودکان مخفیانه، قطع ارتباط با مادر همه ممنوع و نقض جدی حقوق کودک، هر گونه دستور تشکیلاتی از هر سازمانی برای گرفتن کودک از مادر، انتقال کودک به پایگاه یا کشورهای دیگر، منع مادر یا پدر از ملاقات فرزند، از نظر حقوق داخلی ایران باطل و بلا اثره. انتقال طفل به هر محل نامعلوم یا خارج از کشور مصداق جرم سنگین آدمرباییه. آقا جرم سنگینه، بحث آدمربایی وسطه. دیدی چی گفت؟ جداسازی اجباری، یعنی تا لحظه آخر داشته میکشیده، هی مادره میکشیده، هی میکشیده، آخرش گرفته برده. بعد چی؟ انتقال مخفیانه کودک. مادر صبح دیدی ای وای بچم نیست. بعد انتقال بچه به خارج از کشور. البته باز این خارج کشور معلوم نیست که کدوم کشوره، چون عراق خودش خارج ایرانه، ولی اگر از عراق هم خارج بشه باز میشه خارج. این دیگه مصداق جرم سنگین آدمرباییه. خوشبختانه من الان ارتباط دارم با 2 تا از این کودکانی که 35 سال پیش رو بوده شدند و میخوایم حالشون رو همینجوری الان مستقیم جویا بشیم و ببینیم که وضعیتشون به چه صورته. موسی توحیدی و آزاده عالمی. موسی، شما به ما بگو که شما در این مدت در کجا نگهداری میکردن اون آدمرباها؟ آیا توی اون جاهایی که بهش میگن هایم، نور خورشید به شما میرسید؟ والا آره، نور خورشید بود، غذا هم بود، آبم بود، بد نبود خداییش. و شما کجا بودی دقیقاً؟ من در آلمان بودم، هر روزم هستم. بعد در این مدت، یعنی در این 35 سال چه گذشت بر شما؟ هیچی، درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، دانشگاه فنی، مهندس شدیم. الان هم داریم یه کار میکنیم برای شرکت بزرگ. میتونم بپرسم که چه نوع کاری دقیقاً انجام میدید؟ برنامه‌نویس سخت افزار، یعنی کنترلر رو این برنامه‌ریزی میکنیم. عالی. خانم عالمی، شما چطور؟ شما رو در این مدت در کجا نگهداری کردند؟ آیا اجازه خروج از اون ساختمانی که الان توش هستید رو داشتید؟ بله، من خب توی فرانسه زندگی میکنم و از اون روزی که وارد فرانسه شدم فکر میکنم تقریبا به تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر کردم یا حتی به آمریکا و مشکلی نداشتم برای خروج از محلی که توش زندگی میکردم. بعد در این مدت، یعنی در این 35 سال چه گذشت بر شما؟ خب من وقتی که وارد فرانسه شدم
خب بچه بودم، 11 سالم بود، شروع کردم به زبان خوندن، درس خوندن، دبیرستان رفتن. بعدش بزرگتر شدم، ازدواج کردم، تشکیل خانواده دارم، الان مادر 3 فرزند هستم. بعدش دانشگاه رفتم، رشته حقوق خوندم، لیسانس حقوق دارم و یک زندگی خیلی خیلی خوبی هم دارم. حالا میخوایم برگردیم و یک فلاشبک بزنیم به اون روز ربایش. آیا به یاد دارید که شما رو از چه شرایطی رو بودند و اینکه ربایندگان چطوری عمل کردند؟ مثلا یه سری نیروهای نقابدار حمله کردن شما رو بردن یا چجوری بود؟ نه اینجوری نبود. ما صحنه جنگ بود، حمله میشد، بعد دیگه تصمیم گرفته شده بود که ما رو ببرن خارج کشور چون امنیت برقرار نبود. ما اونجا خداحافظی کردیم با پدر و مادرمون، سوار اتوبوس شدیم و به سوی اردن. از اونجا هم یه شب خوابیدم، اومدیم مستقیم به آلمان. بله. و شما خانم عالمی آیا چیزی از اون روز به یاد میارید که چرا اصلا این آدمربایی صورت گرفت؟ بله کاملا یادمه، چون من سنم زیاد بود. تقریبا اوایل جنگ خلیج بودش و شرایط بسیار سخت بود، صدای بمبارانا هر شب میرسید و خب سازمان مجاهدین هم بسیار نگران بود برای بچه هایی که اونجا بودن. تعدادمون هم خب کم نبود. در نتیجه تصمیم گرفته بودن که هر طور شده به هر قیمتی بچه ها رو از اونجا خارج کنن و به جای امن برسونن. حتی من یادمه که ما توی چند هفته اول با ماسک گاز و اینا تو سنگر زندگی میکردیم. یعنی واقعا شرایطی نبود که بچه ها توش زندگی کنن و خلاصه چیزی نگذشت. من فکر کنم 2 هفته تو این شرایط من زندگی کردم و من رفتم مامانم محل نتمون و مامانم برای من توضیح داد که به دلیل شرایطی که الان توش هستیم منو باید بفرسته فرانسه برای اینکه جونمو نجات بده، چون جونمون در خطره. و خلاصه با هم شب و تا صبح گذروندیم. از من خداحافظی کرد و ما رفتیم به سمت محل اتوبوس ها و اونجا من دیدم که بسیاری از دوستای دیگم همسن و سالای خودم یا کوچکتر از خودمونم اونجا بودن، همه مادر پدراشون اونجا بودن و همه از بچه‌هاشون خداحافظی می‌کردن و دیگه شبانه ما از اونجا حرکت کردیم و با اتوبوس رو به سمت اردن رفتیم و حتی یادم میاد که توی مسیرمون توی راه چندین بار مجبور شدیم که استاپ بزنیم به خاطر اینکه مثلا بمباران و اینا بود. به ما گفتن که پیاده بشین و رو زمین خاکی اونجا تو جاده بخوابین تا خطر رفع بشه. و وقتی که رسیدیم اردن 1 هفته طول نکشید که من و چند تا از بچه‌های دیگه فکر کنم 6-7 نفر بودیم راهی پاریس شدیم، چون من پدرم مقیم پاریس بود. خیلی ممنون. و سوال دیگه این که آیا در این مدت به شما اجازه دادند که هر نوعی از ارتباط با مادر یا پدرتون داشته باشید؟ از تلفن، نامه، حتی ارسال یک تلگراف؟ بله حتما. ما حداقل سر تولد و عید تماس داشتیم، حداقل نامه و تماس تلفنی، نامه و اینا هم که بود دیگه. ولی من متاسفانه تنبل بودم، زیاد نمی‌نوشتم ولی زیاد نامه می‌گرفتم. خیلی ممنون. و شما خانم عالمی؟ بله تمام دورانی که حداقل مامان من توی اشرف بود ما مستمرا با هم دیگه نامه‌نگاری داشتیم و سالی 1 یا 2 بار تماس تلفنی هم داشتیم هر ساله. از اون وقتی که مادرم منتقل شد به در واقع با بقیه مجاهدین از عراق منتقل شدن به آلبانی و کشورهای ثالث، دیگه من از اون موقع مادرم رو چندین بار دیدار کردم. تماس‌های تلفنی داریم، تقریبا دائما باهاش تماس تلفنی دارم و جوی احوالش هستم و اون هم همینطور. و سوال آخر اینه که رابطه شما الان با اون آدمرباها چطوریه؟ والا باشون خیلی شفتم، نکنه سیندروم استکهلم باشه. خیلی من خیلی دوستشون دارم، خیلی هم دوستم باشون کار میکنم، برنامه‌هاشون رو میرم، در کارهای حقوق بشری باشون فعالم، در تظاهراتشون شرکت میکنم
من هیچ مشکلی باشه ندارم. خیلی ممنون. و شما خانم عالمی؟ بله، من باید بگم که یکی از افتخارات زندگیم اینه که تونستم رابطه‌مو با مجاهدین همچنان نگه دارم. سعی کردم که اون در حد توانم هر کاری که از دستم برمیاد برای مبارزه با رژیم آخوندی انجام بدم و تقریبا میتونم بگم که الان توی تمام برنامه‌ها، توی تمام تظاهرات‌ها شرکت میکنم و به طور مستمر توی کارهای حقوق بشری، تو کارهای سیاسی، هر کاری که از دستم بر بیاد برای سازمان مجاهدین با افتخار انجام میدم. و باید بگم که سعی میکنم که فرزندان خودم رو که الان همشون بالغ هستن هم توی این راه و در کنار مجاهدین اونها هم باشن. شاید یک بوی از انسانیت رو بیشتر از جاهای دیگه در کنار اعضای مجاهدین ببرن. ممنونم از حضور هر دوی شما و از اینکه با ما همراه شدید. شب شما بخیر. شب شما بخیر. درود بر شما. بله، نمونه‌ای بود از سرنوشت برخی از کودکان ربوده شده مجاهدین. از اونجایی که دادگاه، یعنی خود قاضی آخوندک، چون این رو هم توی پرانتز بگم که این هر وقت میگه دادگاه منظورش خودشه، چون میدونه که خودش یک آخوندک دوزاری و کسی تحویلش نمیگیره، برای اینکه به حرفش وزن بده به جای اینکه بگه من میگم میگه دادگاه میگوید. حالا از اونجایی که این دادگاه خیلی روی کودکان مجاهدین حساسه، جرم‌های مجاهدین در ارتباط با کودکان هم یکی دوتا که نیست، تقریبا هر کاری که برای این بچه‌ها کرده باشن جرم محسوب میشه. ماده 631 قانون مجازات نگهداری غیرقانونی طفل چون سلب حق دسترسی والدین قانونیه. حتی طبق برخی از تفاسیر ماده 286 چنانچه این عمل سازماندهی بشه، مستمر باشه و گسترده میتونه مصداق افساد فی الارض باشه. بله، اگر مجاهدین به طور سازماندهانه همه این بچه ها رو بدون حتی یک استثناء سالم و سلامت از شرایط جنگی بیرون کشیده باشن، اون هم بدون کمک هیچ دولت و آژانسی ها، یعنی فقط با امکانات و خطرپذیری خود مجاهدین و هوادارانشون همه این بچه ها رو نجات داده باشن، این افساد فی الارضه که خودش به تنهایی برای یک بار اعدام کافیه. ولی اینکه بری توی خیابون چشم بچه ملت رو با تفنگ ساچمه‌ای کور کنی یا با شلیک مستقیم و ضرب و شتم بچه‌های ملت رو بکشی، این عیبی نداره. اینا تو نظام آخوندی پاداش هم داره. اما توی این جلسه دادگاه برای اینکه یک دست لباس کارشناسی هم تن این بحثشون کرده باشن، یک کارشناس حقوق بشر، بله کارشناس حقوق بشر توی دادگاه آخوندی وارد کردند که متخصص حقوق کودکان بود. کارشناس حقوق بشر گفت کودکان در محیط‌های سازمان تحت تعلیمات ایدئولوژیک فشرده قرار داشتند. نبود نظارت قانونی موجب شد که این اقدامات در محیطی بسته انجام شود و غفلت از نیازهای آموزشی استاندارد و فشار روانی برای همسو کردن کودکان با اهداف و سیاست‌های سازمان می‌تواند مصداق نقض ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک باشد. ببین، در مورد نظارت قانونی و استاندارد آموزشی دیگه شما حرف نزنید. اون زمان که دهه 60 بود و دوران جنگ ضد میهنی بود، شما کلاس خالی می‌کردید، دانش آموزان رو می‌فرستادید جبهه تو میدون‌های مین، طوری که خودتون بعدها اعتراف کردید که بخش زیادی از کشته‌های جنگ از دانش آموزان بود. در طول دوران دفاع مقدس ما 550,000 نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه ها اعزام شدند. 36,000 شهید دانش آموز، قریب 20% شهدای ما که همه کشور نظامی و غیر نظامی و از اقشار مختلف 20%ش دانش آموز. این عدد کوچیکی نیست. اون زمان که بچه ها رو از کوچیکی سربند بسیجی می‌بستید، چند صد هزار دانش آموز رو توی جبهه ها به کشتن دادید، هر روز هم توی جبهه ها تبلیغشون رو می‌کردید، حقوق کودک یادتون نبود؟ ها؟ من مهداد عزاللهی، اعزامی از اصفهان و وظیفه‌ام در این گردان تخریبچیه. رزمندگان در این جبهه این است که امام رو دعا کنن.
تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! من باید شریفی اسلامی 14 سال دارم و مدت یه ماه نشده که اومده در جبهه مشغول خدمت. گفت چی؟ تعلیمات ایدئولوژیک فشرده؟ ماده چند کنوانسیون بود؟ من سید فرجود زمین از رشته 12 ساله. چه مدتی در جبهه هستی؟ 13 ماه. 13 ماه در جبهه‌ای؟ بله بله. در کدوم جبهه بودی؟ در قوه سلمانی محمدیه کرخه سومار شور. من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکلی برای اینا پیش بیاد. البته انواع این از ضد نفرا گوجه هست، واکسی هست، دیگه لغزنده هست، اجاقی، پدالی و از مجتمع نفرات که زیاده اینا. البته بخوایم اسپرین خیلی طول می‌کشه. بعد تازه این که مال دهه 60 بود، ولی حتی امروز هم شما نتونستی هنوز یک سیستم استاندارد آموزشی برای همه کودکان ایران فراهم کنی. بابا این کلاسای کپری در بلوچستانه، فیلم تاریخی نیست ها، مال امروزه. این مدرسه تا تقریبا یک هفته پیش اینجا مدرسه بوده، یک مدرسه کپری بوده که به خاطر اینکه عکس این مدرسه منتشر شده مدرسه رو جمع آوری کردند و همون کپر رو هم از این دانش آموزان گرفتن. در رابطه با این کلاس ها و وضعیت این دانش آموزان ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک چیزی نمیگه؟ تا جایی که به مدرسه مجاهدین در 30-40 سال پیش برمیگرده، والا ما از بهترین امکاناتی که میشد اون موقع تامین کرد برخوردار بودیم. سالن فوق برنامه داشتیم، برنامه هنری داشتیم، مسابقه ورزشی داشتیم، پارک، وسایل بازی، غذاخوری، کلاس، معلمای مهربون. ببین اون زمان که چاپگر و کامپیوتر نبود با چه ذوق و سلیقه‌ای برامون کارت آفرین می‌نوشتن. بله جانم چی؟ بعد هم اول هر سال تحصیلی شاگردان ممتاز رو تشویق می‌کردن. سوم راهنمایی شاگرد اول حمید. کلاس سوم صالح. یعنی بهترین شرایطی که در اون زمان میشد در یک کشور در حال جنگ توسط یک سازمان در حال نبرد برای کودکان ایجاد کرد رو مجاهدین ایجاد کرده بودند. تنها چیزی که هر از چندگاهی اون فضای پرمحبت رو خدشه‌دار میکرد خبر شهادت اون معلم‌های دلسوزمون بود که توسط پاسدارهای خمینی به شهادت میرسیدند. بله، ولی حالا 4 دهه بعد یک دفعه سنسورهای حساسیت به کودکان توی نظام فعال شدند. از اونجایی که دادگاه نسبت به حقوق کودکان بسیار حساسه، الان هم دادگاه نسبت به حقوق کودکان حساسه، ولی کدوم کودکان؟ این کودکانش نکته داره. ببین یه وقت فکر نکنی منظورش کودکان کار، کودکان زباله‌گرد، گلفروش، آدامسفروش ایناسا. نه، اینا که کودک نیستن، اینا دارن کار میکنن، اینا آدم بزرگن. نسبت به اینها حساسیتی نداره. موضوع فقط کودکان متهم ردیف اوله و روی این اصرار داره. قوانین داخلی کشور ما هم نسبت به حقوق کودکان همین حساسیت رو داره. اینجا به نظر میرسه که قاضی آخوندک درساشو خوب نخونده یا خودشو به فراموشی زده، چون یادش رفته که طبق قوانین همین حکومت آخوندی در سال 1360 جلادانی مثل گیلانی و لاجوردی 10 تا کودکان رو اعدام می‌کردند. شما کودک کشی رو از همون روز 30 خرداد شروع کردید.
دخترای دانش آموز رو بدون احراز هویت همون روز که دستگیر کردید اعدام کردید. بعد عکس زدید توی روزنامه که بیاید فرزندتون رو تحویل بگیرید. کدوم فرزند؟ فرزند یک حکم دربارش اجرا شده؟ تو همون تابستون 60 چند نفر زیر 18 سال شما اعدام کردید؟ اینهاش جلال موحد فخر، اینم شناسنامش، متولد 1347، اعدام در 1360، یعنی 13 ساله. فریبرز خطیبی متولد اسفند 1344، در هنگام شهادت 15 سال داشت. فاطمه مصباح متولد 1347، اعدام در شهریور 1360 در پادگان ولیعصر. دختر 13 ساله رو شما سپردید به جوخه تیرباران. شما اینقدر از این نوجوانان اعدام کردید که رسانه‌های جهان صداشون در اومد. اون خانم شریف ایتالیایی در اعتراض به اعدام کودکان توسط خمینی خودسوزی کرد. اون از دهه 60. تو همین چند سال اخیر در سال 98 401 مگه صدها تن از جوانهای ملت رو شما تو خیابونا نکشتید؟ کیان پیرفلک، نیکا، سارینا، هستی نارویی. آقای کنوانسیون کودک، شما بچه کشی تو دی ان ای تونه. ولی شما کارشناس بیار برامون کنوانسیون حقوق کودک رو ورق بزنه. کارشناس حقوق بشر بر اساس ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، جدایی کودک از والدین تنها زمانی امکان پذیر است که این جدایی به نفع کودک باشد و کودک برای رشد کامل شخصیتی باید در محیط خانواده و فضایی سرشار محبت و تفاهم بزرگ شود. یعنی این میزان از گاو بودن از خود گاو هم بعیده. یعنی خود گاو هم نمیتونه اینقدر گاو باشه. آخه مسئله 2 تا 4 تاست. نمیدونم شما کجاشو نمیفهمید. من تلاش میکنم برات ساده بگم تا شاید متوجه بشی. ببین، یه مادر پدرایی بودن رفته بودن توی کشوری که از اونجا با یک رژیم دیکتاتوری مبارزه کنن. برای بچه‌ها هم اونجا یک مدرسه عالی درست کرده بودن که بچه‌هاشون رو اونجا نگه دارن. بعد توی اون کشور جنگ میشه با مهیبترین بمباران تاریخ. حالا باید چیکار کنن؟ باید این بچه‌ها رو به هر قیمت از اون کشور خارج کرده و به محیط امن برسونن تا از زیر بمب و موشک نجات بدن. اگر این به نفع کودک نیست پس چیست؟ اگر قرار باشه که بچه‌ها پیش مادر پدراشون بمونن، از دو حال که خارج نیست. یا باید بچه‌ها رو توی اون جنگ و خطر پیش خودشون نگه می‌داشتن که تازه بعد از اون جنگ هم سپاه با چند لشکر به اشرف حمله کرد که اون عملیات مروارید پیش اومد. سال بعدش با هواپیما شما حمله کردید و اشرف رو بمبارون کردید. دقیقاً همون مدرسه هم زده بودید. همون حیات مدرسه‌ای که تا 2 سال قبلش ما توش بازی می‌کردیم رو پر بمب خوشه‌ای کردید. سالهای بعد هم که با موشک اسکات به اشرف حمله کردید که گودال‌های چند متری حف می‌کرد. بعد از اون هم که تند حمله تروریستی کردید. شما جایی برای موندن کودکان باقی نگذاشته بودید توی اشرف. حالت دوم هم اینه که مادر پدرها با بچه‌هاشون عراق رو ترک می‌کردن که این دیگه خود صورت مسئله این دادگاهی که به خاطرش راه افتاده، این که چرا مجاهدین هنوز هستند و دارن مبارزه‌شون رو ادامه میدن. البته این همون آرزوییه که خمینی با خودش به گور برد که مجاهدین همه تسلیم بشن و مبارزه رو ول کنند. این اون اتفاقیه که نیفتاده و نخواهد افتاد و همینه که مجاهدین رو به کابوس همیشگی ولی فقیه تبدیل کرده. وقت بخیر و خدا نگهدار.